سلام، روزتون بی خطر. امروز اومدم که یه نکته خیلی مهم آموزشی بهتون بگم. به ما اعلام کردن 2 دختر جوان چند ساعته توی آسانسور گیر کردن. وقتی رسیدیم فهمیدیم چند ساعته که برقا رفته و این 2 دختر جوان داخل آسانسور گیر کردن و دسترسی به بیرون نداشتن و نمیتونستن تماس بگیرن با کسی. من یه آتش نشانم. از تمام مأموریتام فیلم میگیرم و کلی نکته است که میخوام بهتون یاد بدم. اگه از این چنل خوشتون میاد و این فیلم‌ها رو دوست دارید، همین الان چنل ما رو سابسکرایب کنید. سلام نبی. خوبی؟ توی فیلمی که لینکشو این بالا براتون میذارم یه نکته آموزشی گفته بودم که دقیقاً این 2 دختر توی این ساعتایی که گیر افتاده بودن انجامش دادن و تونستن سالم بمونن.